هنرهای عالی رزمی 820 از پدراگون نمیتواند بیرون بیاید. چه کسی میخواهد رقابت کند؟ فقط شوخی دوستان، 820 برای رقابت با سنپدراگون 812 کافی نیست. با این حال عملکرد ضعیف به معنای فروش ضعیف نیست و محصولات مختلف موقعیت‌های مختلفی دارند. در یک چشم نیمی از سال 2024 گذشته است. امروز ما یک بخش خواهیم ساخت. بیایید ببینیم چه زباله‌های الکترونیکی در 6 ماه گذشته منتشر شده است. کینه‌ها به دنیای قدیمی خوش آمدید. رودخانه هیجی ان لیک یونیورس. فقط در چند ماه رودخانه محاصره یک است. وای فنگ آواز می‌خواند. من روی صحنه هستم. 6 فرقه اصلی. اتحادهای مختلف را اضافه کنید. هر کدام قدرت خود را نشان می‌دهد. اول از همه اولین آهنگسال در 8 ژانویه بود. 35 ککس توسط امبرونک آورده شده است. دستگاه دوم در جهان 700. یک ظاهر طراحی شده و رگ 350 آنها. مثل برادران دوقلویی. برخی از مردم میگویند شمشیرهای مرد و زن هستند. اما خود لایو ژوفاش کرد. دوباره مدل را مجدداً. از نظر ظاهر چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد. برخی از بازیکنان فکر میکنند که دستگاه دستی کیون باید به این شکل باشد. تراشه 700 فقط شبیه پسپ است. وقتی همین الان منتشر شد. این دستگاه با قیمت 369 یوان قیمت دارد. یک سنگر داشته باشید. گرانتر از 35 کسب خود. اکنون در بازار ثانویه. در مورد دایره های همپوشانی. فقط باید بیش از 300 نفر باشد. ویفای بلوتوث خروجی ویدیویی. با آخرین سیستم مالک قدیمی مطابقت داشته باشید. بیش از یک هفته در حالت آماده به کار مشکلی وجود ندارد. صفحه 4 تا 3 640 480 مناسب برای بازی برخی از بازی‌های قدیمی کنسول. خب بازیکن بعدی. مجسمه ماسه 4 طرفدار. کمرنگی 1100. آزادی در ماه فوریه. ظرفیت تولید اولیه پایین. ظرفیت تولید را پس از جشنواره بهار بازیابی کنید. سن سکالپچر 4 پرو با یک برادر کوچک همراه است. مجسمه ماسه 4 مجهز به کمرنگ 900. تقریباً همان پارامترها. 16 تا 9 به این معنی است که تراشه متفاوت است. صفحه 750. 4 قیمت شروع حرفه‌ای 1350 است. اندازه 2 دور کوچکتر از اودین 2 است. عملکرد خوب هم. به 4 اساساً میتواند هموار اجرا شود. اولین دسته از ماشین‌ها قبل از سال جدید با عجله ارسال شدند. صفحه کشیده شده است. به تدریج تصادفات اتومبیل نیز وجود دارد. مجسمه ساز همیشه به پیشنهادات بازیکنان گوش فرا داده است. پیشرفت‌های مداوم نیز انجام می‌شود. اکنون نیمی از سال گذشته است. این دستگاه کارخانه با اندازه کوچک. هنوز بازیکنان زیادی هستند که آن را دوست دارند. هر تولید کننده‌ای که می‌خواهد کنگ فو را در اندازه کوچک انجام دهد. من باید به جلوی مجسمه ماسه‌ای بروم. در بازار 1000 یوان. لایه‌ها همچنین می‌خواهد مجسمه شن و ماسه را مسدود کند. رگ 556 خود را راه اندازی کنید. یک پردازنده با کارایی بالا تا 820 است. آیا تا 820 با کارایی بالا در نظر گرفته می شود؟ لایوژو خنده دار نیست. قیمت شروع 1149 است. کمی ارزانتر از مجسمه ماسه‌ای. اما از نظر عمل کرد. دستگاه TNG 900 که کمی ضعیفتر از مجسمه ماسه‌ای است. مجسمه ماسه 4. اما PS2 می تواند بیشترین کار را انجام دهد.
صفحه 16 تا 9 او. کمی بزرگتر. این را اضافه می کند. خیلی خوب است. جفت شده با قسمت جلویی که توسط خانواده قدیمی ژو ساخته شده است. یک کارت سیاه رسمی بخرید. نکته اصلی این است که مشکلی ایجاد نکنید. فقط شروع کنید. دوستانه برای تازه کار. اما برخی از بازیکنان میگویند ترغیب به تسلیم شدن. بعد از 556 لغه همچنین نسخه قدیمی تراشه به روز شده 35 ککس را راه اندازی کرد. 35 کک به علاوه نسخه 35 ککس. چرا اینقدر پیچ خورده است؟ این دستگاه را می توان به عنوان درک کرد. نسخه کاستراسیون 35 کس به آنها. برای بازیکنانی که به بلوتوث و سایر کارکردها احتیاج ندارند. هنوز قیمت مناسب وجود دارد. در این زمان یک جمله در جهان شروع به گردش کرد. همیشه در 700 جهان کوان یک نفر وجود دارد تا شما را قطع کند. اگر آن را قطع نکرده اید، لطفاً منتظر پوسته بعدی باشید. در ماه مارس مشارکت پسر بزرگ نیز وجود داشت. پسر اوورلورد در ماه مارس رد ده مکس 3 را آورد. یک دستگاه دستی با صفحه بزرگ 5 تا 9 اینچ 5 اینچی با صفحه بزرگ 5 اینچی. این دستگاه دستی باید همزمان با نسخه اصلاح شده برنج ضرب مقایسه شود. اندازه صفحه تقریباً یکسان است. همه وضوح 720 هستند. این دو دستگاه مزایای خاص خود را دارند. به طور کلی، سیستم دمیدن برنج بهتر است. نبرد بین چونمی و اوورلورد بوی. امسال فقط یک نبرد کوچک است. هیچ چیز پاشیده نشده است. دونگ قدیمی فکر می کند نبرد شدیدتر است. در ماه آوریل